خب سلام، چه خبر؟ نوکرتون رکسرم. امیدوارم حالتون خوب میباید باشه. آقا زیاد نرم تو حاشیه، بیکار بودم اومدم مود زامبی. بعد کلی تست کردن و بازی کردن تونستم 5 تا گان گاد براتون بچینم. همه گانا رو دونه دونه تست کردم، اتچمنتاشون هم گذاشتم. فقط قبلش ویدیو رو لایک کن، منم سابسکرایب کن. دمت گرم. شاید مسخره به نظرت بیاد ولی 1 از 5 گانا امروز M16. گیم پلیشو خودت ببینی میفهمی. راندای اول رو رنده میکنه، لولش هم ارتقا بدی تا راند آخر میبرتت. چنل رو سابسکرایب کن رفیق. گان دومی که تست کردم شورتی بود. درسته کلن 2 تیر میخوره ها، ولی با اتچمنتی که من چیدم ریلودش سریعتره، تیراش هم پخش میشه. یعنی اگه از دور بزنی با یه شات 2 تا میندازه. اینم اتچمنت بزرگوار. گان سوم و با اختلاف بهترین اکوه. یعنی فکر کن دمیج شاتگان داره با فایر ریت رایفل. رنده که چه عرض کنم، قیمه میکنه. اتچمنتشو میذارم سریع اسکرین بگیر. گان چهارم MK2. در واقع این گان قاتل غولای زامبیه. یعنی انقدر دمیجش خفنه که هر غولو با 2 تا الی 3 تا تیر میندازه. تازه این در صورتیه که اصلا ارتقاش ندی. ولی خب توصیه میکنم کنارش یه دونه رایفل داشته باشید. اینم از اتچمنتش. گان پنجم و آخرین گان SKS. خدا وکیلی SKS هم کم از اکو نداره. فکر کن یه لشکر زامبیو میتونی با یه خشابش بزنی. در کل هم دمیج بالایی داره، هم فایر ریت قابل قبولی. اتچمنت SKS هم آخر ویدیو میذارم. فقط لطفا اگه ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کن، چنل منم سابسکرایب کن. دمت گرم.